چه سعادتمند هستند آنانی که پیرو پند شریران نمی باشند و با گنهکاران معاشرت نمی کنند تا کارهای خدا را مسخره نمایند. چه سعادتمند هستند آنانی که پیرو پند شریران نیستند و با گنهکاران معاشرت نمی کنند تا کارهای خدا را مسخره نمایند، اما در انجام هر عمل خداپسندانه میل وافر دارند و شب و روز دائما در قوانین الهی تفکر می کنند و در اندیشه آنند که بهتر از پیش او را پیروی کنند. آنان همانند درختانی بر کنار رودخانه می باشند که میوه‌های مرغوب را در هر فصل بدون انقطاع به بار می آورند و برگ‌هایشان هرگز خشک نمی شود و هر آنچه می دهند نیک فرجام می باشد. آری، چه سعادتمند هستند آنانی که پیرو پند شریران نیستند و با گنهکاران معاشرت نمی کنند تا کارهای خدا را مسخره نمایند. صدای انجیل تقدیم می کند زندگی حضرت ایوب، اقتباس از 18مین قسمت از تورات مقدس. برادران و خواهران عزیز، یک بار دیگر درودهای گرم ما تقدیم شما عاشقان خدا و طالبان حقیقت باد. امیدوارم که در محبت و فیض خدا روزهای خود را به سر برده و هر روز با اختصاص دادن ساعتی از روزتان در عبادت و ستایش و سراییدن سرودهای روحانی شادی خداوند را در قلب خود جای بدهید. من برادر شما و غلام نالایق عیسی مسیح کشیش صدرضا مسعودی نیم ساعت آینده رو با شما خواهم بود و از تورات مقدس آیات شریف را براتون میخونم و توضیحات پیرامون معنی آیات تقدیم حضورتون میکنم تا شما با حقیقت آسمانی آشنا شده و با پیروی کردن از کلام خدا در راه راستی و حق قدم بردارید. اگر تورات مقدس را در اختیار دارید، لطفاً آن رو به فصل 11 از کتاب حضرت ایوب که 18مین بخش از تورات مقدس بگشایید تا آیات را با یکدیگر مطالعه کنیم. احیانا اگر شما از شنوندگان هستید که کلام مقدس تورات و انجیل رو در اختیار ندارید، منتها مایل هستید که اون رو داشته باشید، میتونید با ما مکاتبه کنید تا براتون تهیه کنیم. آدرس در پایان وقت مجددا خدمتتون تکرار خواهیم کرد. پیام ما را از رادیو صدای انجیل میشنوید. حضرت ایوب، این رادمرد خدا که به ایوب صبور مسما می باشد و صبر او ضرب و مثل امتها گردیده است، مردی بود بسیار استثنایی. قبل از اینکه گرفتار بلا و مرض بشه، زندگی خیلی راحت و آرامی را می‌گذرانید و نعمت خدا از هر طرف دور او را گرفته و دست پروردگار از او محافظت نموده و برای مردم مشرق زمین نمونه پاکی، تقوا و کاملیت و خدا ترسی و خدا پرستی بود. او از هر گناه اجتناب می‌کرد و هر روز با گذرانیدن قربانی به پیشگاه خدا و چشم دوختن به رحمت پروردگار عمر خود را به سر می‌آورد. اما ایوب مورد آزمایش قرار می‌گیرد. ایمان او مورد حملات شدید اهریمن قرار گرفته و او تمام هستی و دار و ندار و حتی فرزندانش را یک شبه از دست می‌دهد. ایوب وقتی این همه بلا به سرش میاد، اگرچه شکسته میشه، اگرچه به حال زار خود و به خاطر از دست دادن جگرگوشه‌هایش ماتم می‌گیرد و در خاکستر می‌نشیند، لیکن می‌گوید این خدا بود که همه این چیزها را تا به حال به من داد و حالا خدا آن را از من گرفته است، پس نام او را متبارک می‌خوانم. شیطان وقتی می‌بیند که نه مال و نه ثروت و نه حتی فرزندانش اثری در ایمان ایوب ننهاده و او را از خدا دور نکرده، بلکه بیشتر به خدا رسانیده است، با اجازه گرفتن از خالق سلامتی ایوب را از او می‌گیرد. در نتیجه بدن ایوب دمل‌های چرکین در میاره و اونقدر رقابت انگیز میشه که کرم‌ها روی پوست‌های بدنش زندگی می‌کردن. شیطان
خیال میکرد که اگر سلامتی ایوب از بین بره، او بدون شک خدا را مورد مؤاخذه و سوال قرار خواهد داد که ای خدا، من که گناهی نکردم، پس چرا این همه بلا را به سر من آوردی؟ و آن وقت چون خدا به او جواب نخواهد داد و در حقیقت متوجه بی‌انصافی خدا مطابق عقل خودش خواهد شد، حتما ایوب ایمانش رو از دست خواهد داد و شک و تردید در آن رخنه کرده و آن وقت ایوب، این مرد کامل و خدا ترس، روی خود را از خدا برخواهد گردانید. مرگ عزیزان و جگرگوشه هایش، از دست دادن زندگی آرام و سرانجام از دست دادن سلامتیش، در ایوب یک روحیه افسردگی و ناامیدی تمامی به وجود می آورد، به طوری که بارها آرزوی مرگ خود را می کنه. ولی دوستان، اگرچه ایوب آرزوی مرگ خود را میکنه و از خدا میخواد که او را بکشه، ولی هیچ وقت ترس خدا را از قلب خودش، از ایمان خودش دور نمی کند. البته از خدا سوالهای بسیار میکنه، سوالهایی که امروز من و شما نیز از خدا میکنیم، اما اجازه نمیدهد که شک و تردید در قلبش و در ایمانش به وجود بیاید. او از خدا صدها سوال داشت، ولی این سوالها ایمان او را از خدا دور نمی کند. ایوب 3 رفیق داشت که برای تسلیت او آمده بودند. آنان پس از اینکه دیدن حالت رغبتبار ایوب چگونه است، مدت 1 هفته تمام به خاطر وضع ایوب ماتم میگیرند و بعد با حرفها و دلیل و منطق خودشون سعی میکنن به اصطلاح به ایوب بفهمانند که ای ایوب، خدای عادل داوری بر تو کرده است. ای ایوب، خدا بی جهت این بلاها را به سرت نیاورده. ای ایوب، دلیل این همه بدبختی که داری همانا گناهان تو و گناهان فرزندانت بوده که سبب شده خدا عدالت را اجرا کنه و این همه بدبختی به سرت بیاد. بی خود به خدا اعتراض نکن که چرا این همه بلا به سرت اومده، چون خدا خدایی نیست که عادلان را بی جهت تنبیه کنه و آنها را به چنین حالت رغبتباری در بیاوره. ای ایوب، بهتر توبه کنی، شاید رحمت خدا عظیم باشه و بر تو رحم کنه و تو را ببخشد. دوستان عزیز، ایوب گناهی نکرده بود و در نتیجه تهمت‌های دوستانش او را به شدت عذاب می‌داد. او نمی‌توانست به آنها ثابت کند که گناهی که نتیجهش این همه بدبختی باشه رو نکرده و نمی‌دونست که چرا خدا اجازه داده است که این بلاها به سرش بیاد. برای خودش مجهول بود، دلیل را نمی‌فهمید. به خدای عادل ایمان داشت و حیران بود که چرا خداوند کاری نکرده و یا چرا خدا اجازه داده است این همه بلاها به سرش بیاد. از فصل 11 یار سوم ایوب یعنی سوفر شروع به آوردن دلیل و منطق میکنه که ای ایوب، تو باید بپذیری خدای عادل به هیچ وجه اجازه نمیدهد این بدبختی ها نصیب کسی که گناه نکرده است بیاد. چرا؟ چون او خدای عادل است. سوفر دارای شخصیت و فلسفه قانون پرستی بود، یعنی اون نماینده کسانی است که معتقدند رستگاری از راه نیکوکاری به دست میاد و اگر شخص نیکو باشه خدا او را رستگار ساخته و به بهشت میبرد. عقیده و فلسفه‌ای که امروزه مخصوصا در خاورمیانه تقریبا همه آن را پذیرفتند. کسانی که در قانون افراط کاری کرده و هیچ چیز را بدون قانون نمیتوانند تحمل کنند. سوفر نماینده فلسفه و دانشمندان علمی هم هست که با روش و طرز منطق خود میخواد به ایوب ثابت کند که چرا خدا اجازه داده است که او گرفتار این بلاها بشه. و دوستان عزیز، من و شما امروز چون تمام کتاب ایوب رو در اختیار داریم، می توانیم البته بفهمیم که حقیقتاً چرا خدا اجازه داد شخص عادلی مثل ایوب جفا ببینه و یا اینکه چرا امروز نیز عادلان جفا می‌بینند و خدا اجازه می‌دهد که ایمانداران به او در سختی و مشکلات و جفاها باشند و حتی به خاطر نام او شهید بشن. و همانطوری که بعداً متوجه خواهیم شد، عقیده و منطق سوفر که اصول قانون پرستی را پیش خود ساخته و رستگاری را نتیجه نیکوکاری می‌داند، عامل نجات بشر نمی باشه، هرچند همراه و هم آهنگ با منطق محدود بشره. و این اخطاری است برای همه کسانی که امیدوارند از راه خوبی کردن و یا نیکوکاری عادل محسوب شده و خدا گناهان آنها را ببخشه و به بهشت ببره، که بهتره دوباره در این مورد فکر کنید. زیرا وقتی آیات مقدس را می‌خوانیم متوجه می‌شویم خدا انسان‌ها را از راه ایمان عادل می‌کنه، نه از راه اعمال.
خدا انسانها را از راه ایمان عادل محسوب میکنه و نه از راه اعمال بشری. حضرت ابراهیم به وسیله ایمان نزد خدا عادل محسوب شد. به وسیله ایمان است که انسانها عادل محسوب میشن و در نتیجه نجات را تصاحب میکنن. عامل نجات بشر اعمال نیکوی ما نیست. در آن صورت اگر اینطور بود، در بهشت آنان که اعمال نیکو داشته بودن میتونستن فخر کنن که بله، من آدم خوبی بودم، برای همین بود که خدا حقمو به من داد و مرا نجات داد. کتاب مقدس میگوید که نجاتی که خدا عطا میکنه نجاتی است رایگان و هیچ بشری در خودش چیزی ندارد که در ازای آن نجات بپردازد. بله دوستان عزیز، متوجه خواهیم شد که عقیده و منطق صوفر که اصول قانون پرستی رو پیشه خود ساخته و رستگاری را نتیجه نیکوکاری می‌داند، عامل نجات من و شما نمی‌تواند باشد، هرچند همراه و هم آهنگ با منطق محدود بشری است. و این اخطاری است که کلام خدا به ما داده است که بهتر است دوباره در این مورد فکر کنید، زیرا وقتی آیات را بخونیم می‌بینیم که خدا ما انسان‌ها را از روی ایمان عادل می‌کند، نه از راه اعمال. با بیان این مطالب حالا توجهتون رو به آیات فصل 11 از کتاب ایوب که 18مین قسمت از تورات مقدسه جلب می‌کنم. پیام ما رو از رادیو صدای انجیل می‌شنوید. صوفر رو به ایوب ماتم زده کرده و میگوید: ای ایوب، آیا به کثرت سخنان جواب نباید داد؟ و آیا مرد پرگو عادل شمرده می شود؟ آیا بیهودگی های تو مردمان را ساکت کند و یا سخریه کنی و کسی تو را خجل نسازد؟ و میگویی تعلیم من پاک است و من در نظر تو بی گناه هستم. ببینید دوستان، در این 4 آیه‌ای که خدمتتون خواندم، صوفر رو به ایوب کرده و میگوید ببین دوست من، تو خیلی داری حرف میزنی و آن وقت انتظار داری که من ساکت بنشینم و جواب تو رو ندهم. تو ایوب خیال میکنی که با حرف زدنهای زیادیت خودت رو تبرئه خواهی کرد تا به همه بگی که تو عادل هستی و پاک و این همه بلاهایی که خدا به سرت نازل کرده به ناحق بوده و خدا به اصطلاح عدلشو رعایت نکرده. تو میگی گناهی نکردی. ببینید دوستان عزیز، صوفر حوصلش از این که ایوب دائما ادعا میکنه که بی تقصیره و خطایی نکرده که همه بلا به سرش بیاد خسته شده. پس او را به باد انتقاد میگیره و از آیه 5 در دنبال اعتراضش به ایوب میگه کاش که خدا سخن بگوید و لبهای خود را به تو بگشاید و اسرار و حکمت را برای تو بیان کند، زیرا که در ماهیت خود 2 طرف دارد. پس بدان که خدا کمتر از گناهانت تو را سزا داده است. صوفر میگه تا حالا ایوب تو توجه را فقط به یک طرف قضیه جلب کرده ای، ولی هر دعوایی، هر بلایی و یا هر سکه‌ای 2 طرف دارد. ما تا حالا طرف تو رو شنیدیم، حرف تو رو شنیدیم، تو ادعا کردی که بیگناه، ای کاش خدا هم صحبت میکرد و طرف دیگری قضیه رو بر تو آشکار میکرد. ای کاش خدا بهت ثابت میکرد که ایوب این کارا رو کردی، این کارا رو کردی، این کارا رو کردی، به خاطر همینه که این بلا به سرت اومده. مطمئن باش ای ایوب، اگر خدا علت را بیان کنه، آن وقت تو متوجه خواهی شد که خدا حتی کمتر از حقت به تو بلا رسانیده است. ببینید دوستان، منطق صوفر کاملا درست و با کلام خدا هماهنگه، ولی صوفر 2 علت را نمیدانست، 2 چیز را نمیدانست. یکی این که خداوند بلا و بدبختی به سر مرد عادل نمیاره و اینکه دوم حقیقتا ایوب گناهی نکرده بود. حالا صوفر به جای اینکه ایوب را تسلی ببخشه داره چیکار میکنه؟ داره او رو شدیداً محکوم میکنه، به باد انتقاد میگیره و میگه حتی بیش از این هم حقته، چون که تو با این حرفایی که گناه نکردی داری حقیقتا به خدا کفر میگی که خدا بی جهت به تو بلا آورده. و دوستان عزیز، کسی که تهمت‌های ناروا میزند، حرفای او از خیلی دردها عذاب دهنده تره و این واقعا روح ایوب را جریحه دار میساخت. صوفر که خداشناس بود شروع به بازگو کردن قدرت و عدالت خدا میکنه. همه حرفاش درسته، اما اون نیز نمیدانست که چرا خدا اجازه داده این بلا به سر ایوب آمده. فقط به وسیله منطق و عقل خودش به این نتیجه رسیده بود که همه ما باید بدانیم که اگر گناه کنیم خداوند ما را تنبیه میکنه و اگر پاک باشیم خداوند ما را برکت میده. بنابراین ایوب که حالا تنبیه شده بدی کرده است. از آیه 7 دنباله کلامش رو اینطور بیان میکنه، میگه ای ایوب،
آیا تو عمقهای خدا را می توانی دریافت نمود؟ یا به کنه قادر مطلق توانی رسید؟ مثل بلندی های آسمان است، چه خواهی کرد؟ گوتر از حاویه است، چه توانی دانست؟ پیمایشان از جهان طویلتر و از دریا پنتر است. اگر سخت بگیرد و حبس نماید و به محاکمه دعوت کند، کیست که او را ممانعت نماید؟ زیرا که بطالت مردمان را می‌داند و شرارت شریران را می‌بیند، اگرچه در آن تأمل نکند. ببینید دوستان، سوفر با صحبت کردنش، با حجت آوردن و یا سوال نمودن به ایوب ثابت میکنه که ایوب در اشتباه است. میگه تو خیال میکنی که میتونی بزرگی و عظمت خدا را بفهمی؟ تو خیال میکنی حقیقتا همه چیزها رو در مورد خدا میدونی؟ جواب ایوب اینه که البته که نه. بعد میگه خیال میکنی که تو قادری ذات قادر حق را بشناسی؟ جواب باز اینه که ایوب میگه نه. وقتی به ایوب ثابت میکنه که او خدا را اونطوری که هست نمیشناسه، حجت میاره که بنابراین ایوب گناهکاری. جالب این که سوفر خودش هم نه عمقهای خدا را درک میکنه و نه ذات حق. از آیه 13 به ایوب میگه اگر تو دل خود را راست کنی و دستهای خود را به سوی خدا دراز کنی، اگر در دست تو شرارت باشد آن را از خودش دور کنی و بی‌انصافی در خیمه‌های تو ساکن نشود، یقینا روی خود را بی‌عیب برخواهی افراشت، مستحکم شده نخواهی ترسید، زیرا که مشقتت خود را فراموش خواهی کرد و آن را مثل آب رفته بیاد خواهی آورد و روزگار تو از وقت ظهرم روشن‌تر خواهد شد و اگرچه تاریکی باشد مثل صبح خواهد گشت و مطمئن خواهید بود، چون که امید داری و اطراف خود را تجسس نموده ایمن خواهی خوابید، لیکن چشمان شریران کاهیده می شود. سوفر ایوب را متهم به گناه میکنه و با آوردن دلیل و برهان ثابت میکنه که علت این بدبختی ها جز گناه خود ایوب چیز دیگری نمیتونه باشه. اما ایوب میدانست که مرتکب گناه نشده. پس ایوب در فصل 12 شروع به جواب دادن به حرفا و یا دلیل و منطق سوفر میکنه. جوابی که فصل‌های 13 و 14 را در بر گرفته. ایوب از اینکه این یارانش، این دوستانش ادعای حکمت و فهم می‌کردند و او را در حقیقت نفهم می‌دانستند ناراحت میشه و میگه به درستی که شما قوم هستید و حکمت با شما خواهد مرد، لیکن مرا نیز مثل شما فهم هست و از شما کمتر نیستم و کیست که مثل این چیزها را نمی‌داند. برای رفیق خود مسخره گردیدم، کسی که خدا را خوانده است و او را مستجاب فرموده، مرد عادل و کامل مسخره شده است. ایوب میگه شما با این همه منطق و دلیلتون خیال میکنید که من نفهم هستم، ولی همه میدانند که من اگر بیشتر از شما حکیمتر نباشم کمترم نیستم. شما که باید مرا تسلی بدهید دارید مرا مسخره میکنید. من قبلا نام خدا را خوانده و خدا مرا مستجاب کرده است. خدا مرا عادل و کامل ساخته بود. من نعمت و رحمت خدا را دریافت کردم، با خدا مشارکت داشتم و حالا شما مرا احمق میشمارید. و سپس از آیه 5 میگوید شما که در زحمت و مصیبت نیستید، براتون خیلی راحته که دیگران را که در مصیبت و بدبختی هستند متهم به گناه کنید و بگویید که خدا شما را داوری کرده و این سرنوشتی بوده که خدا براتون تعیین کرده و این بلاها را خدا به سرتون آورده چون گناه کرده. به طوری که اینطور می‌خوانیم در افکار آسودگان برای مصیبت اهانت است. در افکار آسودگان برای مصیبت اهانت است و خیمه دزدان به سلامت است و آنانی که خدا را غضبناک می‌سازند ایمن هستند که خدای خود را در دست خود می‌آورند. لیکن الان از بهایم بپرس و تو را تعلیم خواهند داد و از مرغان هوا و برایت بیان خواهند نمود، یا از زمین سخن بران و تو را تعلیم خواهد داد و ماهیان دریا به تو خبر خواهند رسانید که دست خداوند آنها را به جا آورده است، که جان زندگان در دست وی است و روح جمیع افراد بشر. آیا گوش سخنان را نمی آزماید؟ آیا گوش سخنان را نمی آزماید؟ اینک او منهدم می سازد و نمی توان بنا نمود، انسان را می بندد و نمی توان گشود. اینک خدا آبها را باز می دارد و خشک می شود و آنها را رها می کند و زمین را واژگون می سازد. قوت و وجود نزد وی است. ایوب میگه شما داری یک جانبه قضاوت می کنید.
فراموش کردید که خدا چه کارهایی میتونه بکنه بدون آنکه دلیلی برای آن بر ما آشکار باشه. میگه خدا کارهای عظیمی کرده، ما حتی دلیلش هم نمیدونیم، و یا اینکه بدون اینکه بفهمیم که چرا خدا این کارها را کرده است اون انجام داده. کیست که از خدا حق داره بپرسه که خدایا چرا این کار رو کردی و یا چرا زمین رو اینطور خلق کردی و غیره؟ و بعد میگه من آن را تجربه کردم، یا من الطاف خدا را، قدرت خدا را در زندگی خودم تجربه کردم. به طوری که از فصل 13 میگه اینک چشمان من همه این چیزها را دیده است و گوش من آنها را شنیده و فهمیده است، لیکن میخواهم با قادر مطلق سخن بگویم و آرزو دارم که با خدا مواجه نمایم، اما شما دروغها جعل میکنید و جمیع شما طبیبان باطل هستید. کاش که به کلی ساکت میشدید که این برای شما حکمت می بود. ایوب میگه ای کاش میشد با خدا جر و بحث کنم تا به شما ثابت کنم که این مصیبت من نتیجه گناهانم نبوده و شما به جای اینکه مرا تسلی بدهید فقط مرا متهم کرده اید. شما دوستان خوبی نبوده اید. و سپس میگه به دلیل های من گوش بدهید تا به شما ثابت کنم که این مصیبتی که من گرفتارش شدم اگرچه از جانب خداست ولی نتیجه گناهان من نیست. به طور که از آیه 6 میگه پس حجت مرا بشنوید و دعوی لبهایم را گوش گیرید. آیا برای خدا به بی‌انصافی سخن خواهید گفت و به جهت او با فریب تکلم خواهید نمود؟ آیا برای او طرفداری خواهید نمود و به جهت خدا دعوی خواهید کرد؟ یا آیا نیکوست که او شما را تفتیش نماید؟ البته که او شما را توبیخ خواهد کرد اگر در خفا طرفداری نمایید. آیا جلال او شما را هراسان نخواهد ساخت و هیبت او بر شما مستولی نخواهد شد؟ وقتی دوستان ایوب این حرفا رو میزند دوستانش عصبانی میشن، پس در حرف ایوب میپرن، اما ایوب میگه ساکت شوید، به من گوش بدهید، هرچی خواهد بر من واقع بشود بشه، من بایستی هرچی تو دلم دارم به شما بگم. چرا گوشت خود را با دندانم بگیرم و جان خود را در دستم بنهم؟ اگرچه خدا مرا بکشد باز برای خدا انتظار خواهم کشید، لیکن راه خود را به حضور او ثابت خواهم ساخت. این نیز برای من نجات خواهد شد. ایوب میگه اگر مجبور شوم حتی گوشت های بدنم را تکه تکه کنن، باز من اعتماد و ایمانم را از دست نخواهم داد. در تمام مراحل این حقیقت را رها نخواهم کرد و من صداقت را همیشه پیش خود خواهم کرد، چون میدانم این باعث نجات منه. حتی در این لحظه دوستان هیچ نیروی نبود که اعتماد و ایمان ایوب را از خدا دور کنه و متزلزل سازه. او میگه میدانم که عادل خواهم شد. کیست که با من مخاصمه نماید؟ کیست که با من مخاصمه نماید؟ پس خاموش شده جان خود را تسلیم خدا خواهم کرد. یعنی همینطور در ایمان میمونم تا بمیرم و آن وقت که میمیرم جانم را به خدا تسلیم کردم. و سپس وقتی که ایوب خشمش رو آشکار میکنه، ناراحتیش رو از حرفای دوستاش بیان میکنه، رو به خدا میکند و از خداوند 2 سوال داره و یا از خدا این 2 سوال را میکند. میگوید خداوندا محبتم در قلبت است، محبت تو در قلب من است، من از تو هرگز دل بر نمیدارم، اما تمنا این که فقط به این 2 سوالم پاسخ بده. اول خطایا و گناهانم چقدر است و دوم تقصیر و گناه مرا به من بشناسان. چرا ای خدا روی خود را از من میپوشانی و مرا دشمن خود میشماری؟ آیا برگی را که از باد رانده شده است میگریزانی و کاه خشک را تعاقب میکنی؟ زیرا که مثل چیز گندیده فاسد و مثل لباس بید خورده شده‌ام. دوستان عزیز، تمنا میکنم به این آیات توجه کنید، ببینید که حالت ایوب چه بود و او خود را وقتی که در پیشگاه خدا یکتا میبیند چه احساس میکنه. میگوید خداوندا آیا برگی را که از باد رانده شده است میگریزانی؟ او خودش رو به برگی که از باد رانده شده یا امید و حیات دیگه نداره تشبیه کرده است. و کاه خشک را تعاقب میکنی، او خودش رو به کاه تبدیل میکنه که خشکه و بی ارزشه. میگه خداوندا من که بی ارزش هستم، لیاقت هیچ چیزی رو ندارم، آیا تو داری بلا و جفا به سر من که هیچ هستم میآوری؟ زیرا که مثل چیز گندیده فاسد و مثل لباس بید خورده شدم. ببینید دوستان عزیز،
ایوب در تمام سختی ها و حالتی که داشت، با آن همه مشکلاتی که داشت، هیچ وقت محبت خدا را از دلش دور نکرد. همیشه قدرشناس بود. خدا را به خاطر آن همه روزهای خوشی که داشت شکر کرده بود. اجازه نداده بود که این غم و بدبختی ها و این مرض آن چیزهای نیکویی که خدا به او داده بود رو نابود کنه و از خاطرش دور کنه. از خدا سوال میکنه، میگه خداوندا، محبت تو در قلبم است، از تو هرگز دل بر نمیدارم، اما تمنا این که فقط به این 2 سوالم پاسخ بده. اول، خطایا و گناهانم چقدر است؟ و دوم، تقصیر و گناه مرا به من بشناسان. دوست عزیز، وقتی سختی برای تو میاد، وقتی که روزگار مطابق میل و اراده تو نیست، آیا محبت خدا را فراموش نمی کنی؟ وقتی که مشکلات و سختی ها میاد، وقتی که در احساس میکنی که اسیر شدی و کاری نمیتونی بکنی و ناامید میشی، مگر نه اینکه شروع میکنی از خدا انتقاد بگی که خدای تو چرا کمکم نمیکنی و یا چرا اصلا رحمت تو به من نشان نمیدی، در حالی که در سالهای گذشته، روزهای گذشته، خداوند هر روز شما را برکت داده است. دوستان، ببینید که ایوب چه حالی داشت. با این حال ایمانش رو به خدا از دست نمیده. از خدا سوال میکنه که خدایا لااقل به من نشان بده که چرا این بلاها و مصیبت‌ها را باید تحمل کنم. و دوستان عزیز، مگر نه اینکه من و شما نیز وقتی که در مصیبتی قرار میگیریم همین سوالها را از خدا مگر نمیکنیم؟ حالا سوال مهم اینه که این مصیبت‌ها چقدر در ایمان شما مؤثر هستند. خدا کند که شما نیز مثل ایوب در همه حال ایمان خود را حفظ کنید و حتی در جفا و سختی خوشحال باشید. آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201 616 920 1791. تکرار می کنم، 201 616 920 1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمیگردد. آمین.